سپاس خدا را میکنیم. خداوند تبارک و تعالی به همه ما توفیق داد که بیایم اینجا مسجدی که حازم الله یوسف بنا کردند و توسعه به خانقاه دادند برای خدمت به مردم، به خالق اول بعد به مخلوق. خداوند تبارک و تعالی توفیق ایشون را بدهد بیشتر به طاعت و تقوا. برادران را ان شاء الله که همه کمک کردند، زحمت کشیدند، ما از همه اونها تشکر میکنیم. خدا اجر همه را بده ان شاء الله تعالی. خدا به همه ما توفیق بده که بتونیم خدمات لازمه را به خدا و دستورات خدا و قرآن و سنت پیغمبر اکرم ان شاء الله بنماییم. امیدواریم ان شاء الله خداوند تبارک و تعالی اجر همه برادران را بده. مسلما خداوند تبارک و تعالی در قرآن می‌فرماید انما یعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. خداوند تبارک و تعالی در قرآن می‌فرماید اونهایی که عمارت مسجد میکنن، مسجد را درست میکنن یا تعمیر میکنن یا اضافه مینمایند، خداوند تبارک و تعالی میفرماید از اونها هستند که اینها ایمان به خدا و به روز قیامت دارند. اینها هستند که همیشه نماز خوان هستند، یعنی علاقه به نماز دارند، همیشه در مسجد جمعه و جماعت خود را ادامه میدهند. و آنهایی که زکات چیزهایی که اضافی بر مال خود به مستحقین میدهند، این یکی از علامت اونهایی که تعمیر مسجد میکنند. و اونهایی که غیر از خدا از کسی دیگر نمیترسند، فقط خدا را از او میترسند. اونها خداوند تبارک و تعالی میفرماد اینها مسلما از اونها هستند که خداوند تبارک و تعالی به اونها هدایت فرموده. خداوند تبارک و تعالی به همه ما هدایت بکنه که ما بتونیم دستورات قرآن و سنت نبوی را به خوبی ان شاء الله تعالی پیاده کنیم. مسلما اجر همه مسلمان ها در هر کاری، هر کس به حق و حقوق خودش، هر کس به اندازه زحمات خودش، خداوند تبارک و تعالی اجر کسی را ضایع نمی کند، چه کم چه زیاد. خداوند تبارک و تعالی اجر همه برادران را که زحمت کشیدن اینجا و تشکر میکنیم از برادرانی که ما دعوت کرده ایم، اونها تشریف آوردند و زحمت کشیدند و اینجا حاضر هستند. ما سپاسگزاریم و برای اونها دعا میکنیم که اونها زحمت کشیدند. خدا اجر همه برادران را بده ان شاء الله تعالی. و خداوند تبارک و تعالی ان شاء الله به همه ما توفیق بده که روز به روز دستورات خدا و رسول خدا، این شریعت و این طریقت را ان شاء الله به خوبی پیاده کنیم. شریعت طریقت از برادران، طریقت شریعت است، از یه دیگر جدا نیستند. هر طریقتی که مخالف شریعت باشد طریقت نیست. باعث طریقت کلن باعث موافق شریعت که راه حضرت رسول اکرم باشه، چون چه طریقت راه پیغمبره، چه شریعت دستورات پیغمبره، هر دوش را باعث ما رعایت بکنیم. هر کسی شما اگر ملاحظه فرمایید با اسمش خودش را به نام طریقت نام نهد ولی خدای نخواسته دستورات شریعت را اجرا نکند، این از طریقت دوره، از شریعت هم خداوند تبارک و تعالی محرومش میکنه. خداوند تبارک و تعالی به ما توفیق بده بدونیم ما هم طریقت رو هم شریعت رو، طریقت که راه حضرت رسول اکرم، شریعت هم دستورات شریعت نبوی است، هر دو را به خوبی اجرا بکنیم. خداوند تبارک و تعالی ان شاء الله طریقت، حقیقت، شریعت، چیزهای ظاهری و دستوراتش ظاهری که انسان را به حقیقت میرساند. یعنی انسان تا شریعت را به خوبی انجام نده نمیتوند به حقیقت برسد. خداوند تبارک و تعالی ان شاء الله ما همه ما را هم اهل شریعت کند هم اهل طریقت. و خداوند تبارک و تعالی با کرم و رحمت خودش جزا و اجر برادران که زحمت کشیدند، هم این مسجد رو ساختند، توسعه دادند
و هم کسانی شما دعوت کردیم اونها تشریف آوردن، زحمت کشیدند و اینجا تشریف آوردن. خدا اجر همه ما را بده انشاءالله و خدا قلب ما را به نور ایمان منور کنه و خداوند تبارک و تعالی از گزنده های زمانه، از چیزهایی که امروز دارند اسلام را نابود میکنند، ما از اونها محفوظ باشیم و بتونیم مبارزه کنیم برای امروز، چون زمان مبارزه است، راه برای مبارزه باز است. برادران، دوستان، عزیزان، امروز کسانی ایجاد شدند و پیدا شدند و هستند که به نام اسلام میخواهند اسلام را از بین ببرند. بایستی برادران، دوستان، عزیزان این را در نظر داشته باشند که اونها دارن به نام اسلام را نابود کنند. خداوند تبارک و تعالی ان شاء الله تعالی اینها را نابود میکنه. اسلام یعنی چی؟ یعنی قرآن و سنت نبوی صلی الله علیه وسلم. از قرآن و سنت نبوی هر چی خارج باشد از اسلام خارجه. اونهایی که دارن بعضی چیزهای درست میکنند اینها از اسلام نیستند، بلکه دشمنان اسلام هستند. دشمنان بزرگ اسلام دارن اینها را توجیه میکنند، اینها را تقویت میکنند. ما باعث همه مسلمان ها هوشیار باشیم، بتونیم راه حق را بگیریم، بتونیم راه دستورات خدا و اسلام را به خوبی انجام بدیم، بتونیم امر به معروف نهی از منکر باعث این را رعایت کنیم همیشه، چون یکی از دستورات اسلام امر به معروف و نهی از منکر. اول از خود ایجاد کنیم، بعد به سایرین هم القا کنیم، چون وظیفه هر انسانی است که یکی دیگر را هم به راه راست هدایت بکند. هر کسی همونطور که حضرت رسول هم میفرماد، هر کسی را به راه راست هدایت بکند مثل این که جهادی کرده فی سبیل الله، یعنی در راه خدا جهاد کرده است. ما بایستی هر کس دستورات خدا را چه اجرا بکند، سایرین را هم برای اجرای دستورات آماده بکند. مخصوصا خانواده خودمان را، بچه های خودمان را بایستی تعلیم و تربیت اسلامی بدیم، چون اگر چنانچه تعلیم و تربیت اسلامی را از امروز ندیم، چیز کوچک هستن، صغیر هستن، این در قلب اونها جا میگیره، بعدا نمیتونه جای خودش را بگیره، یعنی نمیتونه انجام وظیفه را بکنه. مسئولیت به چی؟ به پدر و مادر، اونها مسئول هستن. همه ما پدر مادر بایستی در فکر اینها باشیم، هم پدران هم مادران، بتونیم انشاءالله کوچکان خودمان را، بزرگان خودمان را به راه راست هدایت بکنیم. همینطور که عرض کردم، اول وظیفه برای خانواده خودمان را اصلاح بکنیم، جامعه هم اصلاح میشه. هر کس بتونه خانواده خودش را اصلاح بکنه، کل جامعه اصلاح میشه. خداوند تبارک و تعالی به همه ما توفیق بده انشاءالله بتونیم راه حق را بگیریم و خداوند تبارک و تعالی انشاءالله ما را محفوظ بدارد از گزند زمانه، از عیوبات نفسی، از چیزهای که نفس ما برای ما دارد راه بد میکشد. ما بایستی اون راه را بشیم، چون دشمن اصلی ما درونی ماست، نفسی ماست. اون عیب خودمان را بایستی ببینیم ولی عیب سایرین را، برادران را نبینیم. این یکی از صفات دستورات قرآن و سنت پیغمبر و دستورات شریعت و طریقت است. شما عیب خودت را اگر دیدی نمیتونی به عیب دیگران برسی. ما بایستی در فکر این باشیم همیشه عیوبات خود را از بین ببریم، در فکر عیوبات دیگران نباشیم. اگر چنانچه همه ما عیوبات خودمان را از بین بردیم، مسلما جامعه یک جامعه بی عیب خواهد شد. یعنی دستورات قرآن و سنت نبوی را به خوبی داره پیاده میکنه. امیدواریم ان شاء الله خداوند تبارک و تعالی ما را محفوظ بدارد از گزند زمانه، از شر نفس و هوای خود و از شر دشمنان اسلام و اونهایی که دارن اسلام را نابود میکنن. خدا اونها را نابود بکنه. خدا ان شاء الله اسلام را تفوق بده بر همه دشمنان خودش. خدا اونهایی که دارن اسلام را نابود میکند ان شاء الله اینها را محو از بین ببره. خداوند تبارک و تعالی به همه ما توفیق بده که ما بتونیم خدمتگزار خدا و مخلوقی با خدا باشیم.
خدا از همه را بده. بیش از این ما مزاحم برادران نمیشیم، همه را به خدا میسپاریم. به همه ما، به همه شما ها تبریک و خوش آمد عرض میکنیم. خدا از همه را بده. خدا ان شاء الله ما قلب ما را به نور ایمان منور کنه. وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين. الحمد لله.